ببینید بچه اینجا میای داخل بالکن، میز و صندلی اینا کامل قشنگ جا میشه و باربیکیو میشه اینجا درست کرد و فضای بیرون هم که دیگه براتون تعریف نکنه. حالا داشته باشید. ببینید اونجاست برج سیاتل. به ما که خیلی نزدیک دیده میشه، تو دوربین یه مقدار دوره. هنلی مواظب باش بابایی. اینجا چه شب نمایی داره این ساختمونه اینجا، دور تا دور برج. I'm gonna be the main event, like no king was before. I'm brushing up on looking down. I'm working on my roar. Thus far a rather uninspiring theme. Oh, I just can't wait to be king, free to do it all my way. آفرین بابا، آفرین خوشگلی بابایی. امروز اول مدرسه‌شه که میره کلاس اول. البته نه روز اولی که بخوام برن درس بخونن، اما روزیه که بعد بره با کلاس روم و کلاسش و معلمش و دوستاش آشنا بشه. آفرین. هنیلی خانوم مبارک بشه بابایی. بریم روز اول مدرسه‌ش. روز اول مدرسه هفته دیگه هستش، اما امروز اومدیم برای آشنایی با معلم‌ها و کلاس روم و بعد دوستاش و این چیزا. یه همه اومدن. اینجا ورزشگاهشونه، علامت زده اینور میوزیک جیم. 그러네. 맞아. 짐이라고 써 있어. و اینجا هم ورزشگاه. وا هنلا ورزشگاه رو ببین. بچه ها ببینید مدرسه دبستان چه ورزشگاهی داره. 여기로 그냥 사진 찍은 것이야. 사진 찍은 거. 그래? 오. ببین فسقلی ببین داره چطور میره بالا. واو. یواش همه دارن میان. این قسمت هم حیات پشتی مدرسه هستش که بچه ها احتمالاً زنگ تفریح میان بیرون و اینجا بازی میکنن. اینجا هم لایبرری، کتابخونه. Mrs. Choi. هنه کسی یکیه. به اینم معلمشون. 안녕하세요. 한테 인사했어? 인사했어? 네, 되게 좀 샤이해요. 괜찮아요. 책상 하나가 안 하고 싶은데 골라가지고 이름 쓴 문제 하나 있어요. اینجا تو آمریکا اگه بچه دقت کنید میبینید که سیستم چیدمان کلاس ها یه مقدار با اون چیزی که توی ایران هست فرق میکنه. کلاس ابتدایی ها رو همون یه مقدار چیدمانشون شکل کیندرگاردن و این تا چیزا هست. اسم هنلی هم نوشتیم، گفتش که اینجا میخوام بشینم. 몇 시에 와요? هنلی 오늘 수업 없어. 오늘 그냥 선생님만 만나고 다시 엄마 아빠랑 같이 갈 거야. 내일 말고 다음 주. 한 5번 자야 돼. چیدمان کلاس اولیات توی مدرسه مثل چیز رو حالت کیندرگاردن، مهد کودک. ببینید چقدر کار رو برای بچه ها راحت کردن. یه همچین چیزی گذاشتن اینجا که بچه ها خیلی راحت 친구들 그거 밑에서 뭐 찾았는데 거기 하나는 밑에도 있나? هستش بابا، احتمالاً هستش. بابا داشت صحبت میکرد. داشت صحبت میکرد. میگم چیدمان کلاسای اینجا دبستان تو آمریکا فکر کنم تا کلاس 3 4 اینطوری باشه. مهد کودک باشه. کارو
برای بچه‌ها آسون کردن. ببینید اینجا وسایلشون رو خیلی راحت می‌ذارن. این نیازی به جا مدادی ندارن، مثل زیپ‌ها و اینطور چیزا. خیلی راحت همه چی اینجا هست. یه دونه از این کانتینرهای همچین چیزایی گذاشتن اینجا برای کتابای درسیشون و برای کتابایی که استفاده میکنن که نیاز به کیف ندارن که بخواد هر روز اون کیف رو پر کنه خالی کنه و اینا. این چیزش خیلی خوبه. کارو راحت کردن. چیدمانشون کلا شاده. دوست داشتنیه مثل هنلی. درسته بابا؟ هنلی. اونجا داری که اونجا بیو. 어떻게 좋아? 선생님이 이렇게 신경 써준 거야. معلمش این برگه که مربوط به اطلاعات روز اول مدرسه هست رو ببینید به خط کره‌ای فقط برای هنل، چون تنها دانش آموز کره‌ایش هستش اینطوری به این صورت آماده کرده. اینا معمولا اینطوری انگلیسی هستش. من اینطوری گرفتم. اینطوری معمولا انگلیسی هستش، اما فقط برای هنل و جداگونه فایلش رو اینطوری کره‌ای کرده. چون اما 그렇지. 이거 한 번 있으면 여기 이렇게 사서 여기로 ما وقتی رسیدیم پارکینگشون اصلا جا نداشت، بیرون پارک کرده بودن کنار خیابون. بعد ما که اومدیم ماشین رو پارک کردم اونجا اون جلو، بعد همه اومدن پشت ما پارک کردن. ایرانی اصلا هر جا باشه مبتکر یک کاره، یک خلاقیت به خرج میده. شنبه بعد از ظهر بچه‌ها رفتن سر کار، جینا و میکائیل بردیم رسوندیمشون و بعد با ناوی دوتایی داریم میریم سمت داونتاون سیاتل. هنلی کوچولو هم همراهمونه. شنو یه مقدار گرامپی شده این دختر. ناوی بریم؟ بریم. 오랜만에 기분 전환하러 가요. بریم یه قدمی تو خیابونای داونتاون سیاتل بزنیم. بچه ما داونتاون سیاتل رو خیلی دوست داریم، یعنی هر سری میریم اونجا کلی لذت میبریم. نه که چیزه اینجا سیاتل یه حالت، من بگردم اینجا رو بهتون نشون بدم، زیادم چهره منو نبینید که حوصلتون بخواد سر بره. بزرگراه هستیم. داونتاون سیاتل خوبیش اینه که فرق میکنه کلا با داونتاون های دیگه، فضاش فرق میکنه چون شهر توریستی هست. آدمای زیادی اونجا رفت و آمد میکنن، میان میرن، موسیقی خیابونی و عرضم به خدمتتون کلا شلوغیش دیگه یه فاز خاصی داره. اونجا که میری روحیت عوض میشه که ما گهگدایی تا وقت پیدا میکنیم میزنیم میریم داونتاون سیاتل. ناوی میگم وقتی رسیدیم اونجا بریم به بچه‌ها یه خونه هم نشون بدیم توی این های رایزا، توی این برجا که اونجا هستش، یه خونه قشنگ و خوشگل هم بهشون نشون بدیم. این خونه هایی که توی برجا هستن بچه‌ها خونه های بسیار خوبی هستن، لوکیشنشون عالیه. کلا فضای داونتاون سیاتل با دیگر داونتاون هایی که توی ایالت های دیگه هست فرق میکنه، چون توریستیه، مردم از دیگر نقاط آمریکا و جهان میان اینجا که خیابوناش همش پره دیگه، یکی میزنه یکی میرقصه، شلوغ، رفت و آمد هست، کافه هست، مغازه هست، رستورانه. خب این ورودی ساختمون هستش. بچه ها باید زنگ بزنیم در آواز کنن. قیمت خونه $650,000 دو اتاق هستش، دو تا دستشویی داره، تقریبا 80 متره و شارژ ماهانش هم زده $1,100، تقریبا $1,086. پاگرد داره، چند تا خونه دیگه هم هستش و اینجا هم ورودی یونیت هستش که میریم داخل. به محض اینکه میریم داخل اینجا یه آشپزخونه است، آشپزخونهش سایزش متوسطه، خوبه. و اینکه داینینگ روم داره، اینجا میتونید داینینگ روم غذا اینجا شما سرو کنید و سالنش هستش، سالنش هم سایزش خیلی خوبه. 시원시원하고 창이 이렇게 통창돼 있고
저 발코니도 뜰만해. آره یه بالکن داره اینجا توی این خونه هایی که آپارتمانی هستن ما دیدیم یه همچین چیزی کم بود. ببینید بچه اینجا میای داخل بالکن میز و صندلی اینا کامل قشنگ جا میشه و باربیکیو میشه اینجا درست کرد و فضای بیرون هم که دیگه براتون تعریف نکنم. حالا داشته باشید ببینید اونجاست برج سیاتل. به ما که خیلی نزدیک دیده میشه تو دوربین یه مقدار دوره. هنلی مواظب باش بابایی. ما الان طبقه 20 هستیم. اینجا چه شب نمایی داره این ساختمونه اینجا دور تا دور برج. عالی. من که سرم گیج رفت. بریم داخل. توی این ساختمون یه یونیت دیگه هم هستش. این یکی از دستشویی هستش که از اینجا وقتی وارد خونه میشیم یه دستشویی داره تمیز شیک رو خونه کار شده. قبل از اینکه بخوام بذارم برای فروش تمام اینجا رو کار کردن. نو هستش دستشویی نوع سرویس اینجا به دستشویی کلا میشینه اینن که منم همیشه تو آینه سلام علیک میکنم. هنلی 어때? 좋아요. 하늘. 뭘 엄청 끝다니는 거 한번 보고 싶어. هنلی خونه‌های اینطوری خیلی دوست داره. به محضی که میای میگه بابا این کره است. بچه‌هام همینطور. یه اتاق داره یه اتاق کوچیک هستش که میشه یه دونه تخت و نمیدونم اینجا کمد دیواری و اینطور چیزا داخلش درست کرد. جا داره کوچیکه. اینم نماش اینطوری دلباز آفتابگیر و اینکه اینم اتاق مسترشه بچه ها. اتاق مسترش هم بزرگه. ناوی یوی کدا بزرگه. پایین که میری کلی آدم در حال رفته آمد هستش. اینجا چه قشنگ درست کردن. ناوی این بالا اینطوری زدن ایپودا. بعد اینجا هم که یه دونه کمد دیواری و اینطور چیزا هستش و حمام. 평소에 이렇게 나오는 게 너무 잘 나온 것 같지 않아? 잘 나왔어. 구조가 괜찮아. 80 متری اینطوری در بیارن خیلی خوب در آوردن بچه‌ها. دو تا دستشویی داره، دو تا اتاق داره، سالنش هم که بزرگ بود. عالی. Okay, no residential units on the 7th floor? No, this is all just the amenities floor. اینجا چیز دارن، ورزشگاه دارن. تقریبا نقلی کوچولو. بزن دو تا بزن سعی می‌کنم بریم. او سنگینه با اون چیزی که خونه داری فرق میکنه. آدم دلش باز میشه میاد اینجا. They have a party. Community room that you can rent out. اینم استخرش. اون $1000 که ماهیانه میدیم برای شارژ از تمام اینا میشه استفاده کرد دیگه رایگان میشه. And there's a sauna and locker rooms. Yeah. It's good to have the swimming pool inside, indoor. Yeah. 하늘이 어때? 여기 와서 살까? Okay. That's good. 여기 마트. بچه ها میان سوپرمارکت ذوق میکنن. من یه کافی پیدا کنم. چی خریدی بابا؟ اون سونگا آدم صدخونگی. چه صفی داره اینجا برای حساب کردم. ببین بابا باید این صفه بیستی. خیلی طولانیه. اصلا بابا بیا تا ما اومدیم همه فرار کردن. چی بود؟ چی شد؟ نشسته بودن ها. اوه ببین چقدر زیادن کفترها. ما 2 ماه پیش اومده بودیم توی این برجه که اینجا هستش. طبقه 14مش بود. یه خونه دیدیم و اون روز دوربین همراهم نبود که بخوام فیلم بگیرم. اون خونه خیلی خوب بود. نابی این خونه‌ای که اینجا بود. چقدر بود اون قیمتش؟ 얼마였지? 58만 불. خیلی خونه جالبی بودش. فروش رفت.
بعد این خیابونه اینجا بستن بچه‌ها. این خیابونی که بین این دو تا ساختمون این ور هست، مردم دارن میان میشینن. کسی با وسیله نقلیه حق تردد اینجا نداره. نوی آدون سپات کنکی مرسی. بابا هم بدونه بخوره اپا تو هنه یارو چه اپا تو هنه یارو چه 근데 월등 그거 되게 좋아해요. 어디 이렇게 매달려. از کافی بهتره. 괜찮다. 맛있어. 그 바닐라 아이스크림 맛 같아. 그치. اینجا هم مارکت معروف سیاتل بچه‌ها. 여기는 뭐지? 오, 여기 소품 파는 데인가 봐. کارهای دستی فکر کنن. 그릇도 이쁘다. فکر میکنم مکزیکی باشه. یه حس و حال مکزیکی به آدم دست میده شما. 12 اینچ و 155 تا بوده، میده 125 تا. 14 اینچش 225 بوده، میده 180 تا. گرونه. هم بریم جای مقدار دیگه بایستی سنه میاد دیگه یه چیزی بگیر، اینو حتما بگیرین خوبه، این قشنگه.